مجید آهی متولد 1265 در تهران، دیپلمات و دولتمرد ایرانی بود. وی 2 دوره ریاست وزارت دادگستری و 1 دوره ریاست وزارت راهه و وزارت اقتصاد ملی را بر عهده داشت. آهی به زبانهای روسی و فرانسه تسلط کامل داشت. آهی از یک خانواده مازندرانی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا ابوالقاسم خان آهی آملی دبیر اول سفارت ایران در روسیه بود. وی نیز در سال 1286 خورشیدی برای ادامه تحصیل به مسکو رفت و در سال 1296 با لیسانس قضایی را حقوق بین الملل به تهران بازگشت. در 26 خرداد 1302 که دکتر حکیم الدوله وزیر معارف شد. مجید آهی را معاون خود کرد. مستشاره دیوان عالی کشور شغل بعدی وی بود. وی در سال 1312 والی فارس شد. وی در 28 دی 1314 پس از آنکه علی منصور وزیر راه برکنار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفت، جانشین او شد. در دوران وزارت او بود که خط آهن در 30 بهمن 1315 به تهران رسید و این مناسبت در مراسم بزرگی گرامی داشته شد. وی در 23 تیر 1319 به دولت بازگشت و در کابینه علی منصور وزارت دادگستری را عهدهدار شد. اقدام مهن آهی به عنوان وزیر دادگستری به تصویب رساندن لایحه‌ای برای فروش زمین‌های کشاورزی وقفی بود. پس از اشغال ایران در شهریور 1320 که به نخست وزیری محمد علی فروغی و کناره‌گیری رضا شاه از سلطنت انجامید، فروغی آهی را در وزارت دادگستری ابقا کرد. به سبب بیماری فروغی، آهی نقش سخنگوی دولت را ایفا می‌کرد و به نمایندگی از فروغی کابینه و برنامه او را در مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. با اینکه محمد رضا شاه فرمانی صادر کرد و دستور آزادی محکومان سیاسی را داده بود، از آنجا که شماری از این محکومان با اتهاماتی غیر سیاسی محاکمه و زندانی شده بودند، آهی ناچار شد لایحه‌ای به مجلس ببرد تا هم امکان آزادی همه این محکومان را فراهم بیاورد. در لایحه‌ای که آهی در 24 مهر 1320 به تصویب مجلس رسانید، علاوه بر آزادی این زندانیان، امکان اعاده دادرسی برای کسانی که به جرائم دیگری محکوم شده بودند را اعاده حیثیت از این محکومان نیز فراهم آمد. وی قصد داشت برای برگرداندن املاک به مالکان اصلی آنها هیئتی تشکیل بدهد که به محل بروند و با بررسی اسناد سندهای را که به نام رضا شاه صادر شده بود باطل و برای مالکان قبلی سند مالکیت صادر کند. اما نمایندگان مجلس خواهان آن بودند که با تصویب قانونی همه اسناد مالکیتی که به نام رضا شاه صادر شده جزء اسناد کاخهای سلطنتی باطل شود. بحث میان آهی و مجلس ماه‌ها طول کشید و سرانجام آهی خواسته خود را با وجود مقاومت شدید مجلس به کرسی نشاند. پس از فروغی، علی سهیلی هم آهی را در وزارت دادگستری ابقا کرد تا اینکه در سال 1321 سفیر کبیر ایران در شوروی شد و تا سال 1325 در کوران جنگ جهانی دوم و مسائلی که میان ایران و شوروی بر سر تشکیل حکومت خودمختار با حمایت ارتش سرخ در آذربایجان جریان داشت در مسکو ماند. این آخرین سمت آهی بود. مجید آهی در 14 شهریور 1325 به علت کسالت شدید از مسکو راهی تهران شد و در روز جمعه 22 شهریور 1325 بر اثر بیماری قلبی در 60 سالگی در تهران وفات یافت و در مقبره ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.